به نام خدا. با درس اول ریاضیات گسسته در خدمتتون هستیم. درباره استدلال در ریاضیات است. استدلال به چه معنیه؟ استدلال یعنی دلیل آوردن برای رد یا قبولی یک موضوع، یعنی دلیل آوردن برای رد یا قبول یک موضوع. سوال پرسیده که آیا برای قبول یک موضوع آوردن یک مثال کافیه؟ خیر. برای که یه چیزی به عنوان اثبات ما بپذیریم در ریاضیات، هزاران مثال هم بیاریم کافی نیست. برای درک مسئله خوبه مثال، ولی برای اثبات قبول نمی‌کنیم. برای رد یک موضوع چی؟ بلی، یعنی یه مثالی آوردیم که برقرار نبود، دیگه اون موضوع رد میشه. بهش میگن چی؟ بهش میگن مثال نقض. پس برای رد یک موضوع آوردن یک مثال کافی است؟ بلی. به اون مثال چی میگن؟ مثال نقض. مثال نقض. بعضی موقع آوردن مثال نقض آسونه، بعضی موقع ممکنه آسون نباشه. مثلا گفته که اینا را رد کنید یا قبول کنید. مجموع عدد طبیعی متوالی بر 3 بخش پذیر است. برخورد اول با این سوال اینه که بیا امتحان کنیم، 3 تا عدد بذاریم، مثلا 1 و 2 و 3. اولین چیزی که به ذهن میرسه اینه دیگه، که میشه 3 و 2 و 5 1 6 بر 3 بخش پذیره. 3 تا دیگه مثال بزنیم، مثلا 10 و 11 و 12 مثلا. میشه 33 بر 3 بخش پذیره. پس احتمالا درست باشه. میریم برای کلی میگیم n و n به علاوه 1 و n به علاوه 2. اینا رو با هم جمع کنیم میشود 3n به علاوه 3 که این مضرب 3 هست. مضرب 3 هست یعنی که بر 3 بخش پذیر میشه. برای این پایینی اگر n رو من بیام 1 بگیرم، 2 به توان 2 تان 1 به علاوه 1، 2 تان 2 به علاوه 1 میشه 5. عدد اول اوکیه. یه اینو بذارم 2 به توان 2 تان 2 به علاوه 1 میشه 2 تان 4 به علاوه 1 17 اول. همینجور امتحان کنیم برای اعداد خیلی بزرگ میشه. برای 3 برای 4 برای تا 4 هم که بزنیم عدد اولی میشه. ولی برای 5 اگر اینو من 5 بذارم، اینو مساوی 5 بگیرم، میشه 2 به توان 2 تان 5 به علاوه 1 میشه 2 تان 32 به علاوه 1. عدد فوق بزرگی میشه. این تا این سطح امتحان نهایی از ما نمیخواد، چون که 2 تان 32 رساندن کار آسونی نیست، ولی کتاب انجامش داده. میخواد بگه که مثال نقض به راحتی هم به دست نمیاد، ممکنه که محاسبات پیچیده‌ای داشته باشه. اینجا دیدیم که این اول نیست، این غیر اوله. عددی که به دست میاد غیر اوله، پس این غلط میشه. این میشه درست. مقداری که داریم به سوال. بعدش گفته مثال نقض را تعریف کنید. میگیم مثالی که درستی یک موضوع را رد میکنه. بهش میگن مثال نقض. گفته گزاره‌های زیر را اثبات کنید یا رد کنید. تو ریاضیات دو راه بیشتر نداریم دیگه، یا اثبات یا رد. یه سری مسائل هستن که نه اثبات میشن نه رد میشن، اونا بهشون میگن اوپر پرابلم یا مسائل باز. نه مثال نقض داره که ردش کنی، نه کسی تونسته اثباتش کنه. مسائلی که باز مونده با اینکه ببینیم با پیشرفت ریاضیات بشه تکلیفش مشخص. گفته مجموع هر دو عدد فرد عددی زوج است. آیا این درسته یا غلطه؟ اولین اقدام مثال زدنه. دو عدد فرد مثلا مثال بزنیم میبینیم که جمعشون زوج میشه. دو عدد فرد دیگه مثال بزنیم میبینیم که زوج میشه. پس احتمالا درست باشه. دو عدد فرد مثال میزنیم، اینو کلی میگیریم، مثلا اینو میگیریم 2k به علاوه 1. اینو مثلا میگیرم 2q به علاوه 1. شبیه هم نگیرید بچه‌ها. این رو اگر m به علاوه n من حساب کنم، m به علاوه n حساب کنم، میشه 2k به علاوه 1 2q به علاوه 1 میشه بعد 2k به علاوه 2q به علاوه 2. که همش مضرب 2. اینجوری هم میشه گفت اگه 2 فاکتور بگیرید k به علاوه q به علاوه 1. اسم اینو کلا بگیرید یک کاپریمی. کلا بگیریم یک کاپریمی. پس این میشه 2 کاپریم برابر میشه با 2 کاپریم. پس میشه زوج.
پس این زوج میشه. پس درسته و اثبات هم شد. برای بعدی گفته که برای هر x و y رادیکال x به علاوه y میشه رادیکال x به علاوه y. این درسته؟ بهش نمیخوره درست باشه. اینا توی امتحان نهایی ها میاد به صورت صحیح غلط به چیز میاد که بعد ما بررسیش کنیم. اینجا مثال خوب بخوایم براش بزنیم، مثلا بهترین مثال براش 9 و 16 است که هم خودشون مربعن هم جمعشون مربعه که میشه 5. اما رادیکال 9 به علاوه رادیکال 16 میشه 3 به علاوه 4 میشه 7. پس این غلطه. پس این میشه نادرست. این درسته. گفته برای هر عدد طبیعی بزرگتر از 1 2 به توان n منهای 1 اول است. بزرگتر از 1 2 بگیریم، 2 به توان 2 منهای 1 4 منهای 1 میشه 3 اوله. اوکیه. اینو بگیریم 3 2 به توان 3 منهای 1 میشه 8 منهای 1 میشه 7 اوله. اینو بگیریم 4 2 به توان 4 منهای 1 16 منهای 1 میشه 15. اول نیست پس اینم غلطه. پس n مساوی با 4 میشه مثال نقض. بچه به این n میگن مثال نقض. n مساوی با 4 مثال نقض. بعدش گفته مجموع هر دو عدد گویا است. آیا این درسته یا غلطه؟ درسته. تو اعداد مثال بزن. مثلا یه گویا داریم با یه گویای دیگه، مثلا 5/4. وقتی بخش مشترک میگیریم میشه 3 در 4 12 2 در 4 8 5 در 3 15 23 12. پس این اوکیه. ولی کلی برای اوکی بودن اینجا قبول نیست. باید کلی بگیم. دو گویا میگیریم x به علاوه y. مثلا x مون باشه n n y مون هم باشه p q on. اینا عدد صحیح هن. وقتی مخرج مشترک میگیرن صحیح در صحیح میشه. مخرجش صحیحه. صورت این در مخرج این ضرب میشه. صورت اینوری در مخرج اینوری ضرب میشه در pn. پس صورت هم باز عضو صحیحه، مخرج هم صحیحه، عضو q میشه. پس این کسر میشه. این اوکی. برای هر سه مجموعه ABC این درسته. این درست نیست. نه مثلا A رو بگیرم مجموعه مثلا 1 و 2 و 3. لازم نیست مثال پیچیده بزنیم. B رو بگیر مجموعه 1، C رو بگیر مجموعه 2. اینجا میبینیم که A اجتماع B برابر A اجتماع C برابر A، اما B برابر با C نیست. بچه خوبی ریاضی‌گسسته این اکثرا از خود کتاب میاد. خود کتاب تمرین کنید تو نهایی میتونید بنویسید. گفته اگر k حاصل ضرب عدد طبیعی متوالی باشد، مثلا باشه 3 4 تا، اون موقع 4k به علاوه 1 یعنی باشه 12. 4 12 تا 4 در 12 به علاوه 1 48 برای میشه 49 مربع کامله. آره هر چی بخوای امتحان کن درسته. پس ما میایم چیکار میکنیم؟ میایم اثبات میکنیم. میگیم که k مون باشه n در n به علاوه 1 متوالی پشت سر هم یکی اضافه کن. حالا حکممون 4k به علاوه 1 میشه 4n n به علاوه 1 به علاوه 1 این میشه بعد 4n2 به علاوه 4n به علاوه 1 اتحاد اوله میشه 2n به علاوه 1 به توان 2 مربع کامل است. پس این اثباتش که اثبات مستقیم از فرض میگیریم به حکم میرسیم، بهشون میگن اثبات مستقیم. حالا تو مباحث بعدی اثبات دیگه ارائه خواهد شد.